سلام، ما دکتر نوید خپلواک هستم. بحث امروز ما خیلی مهم است. هر اچ پایلوری مثبت نیاز به معالجه نداره. چرا هر اچ پایلوری مثبت سبب عفونت معده نمیگرده؟ تقریبا در سال 2015 قرار گزارش WHO یا سازمان جهانی صحت در تمام دنیا 4.5 بیلیونز انسان ها به اچ پایلوری مبتلا بودن یا به اصطلاح اچ پایلوری مثبت داشتن. در میان از اینا تعداد خیلی کمشان، فیصدی خیلی کمشان نیاز به معالجه داشت. اونا کسایی بودن که گاسترایتس یا عفونت معده داشتن بنابر اچ پایلوری. خب در بین از این 4.4 بیلیونز که 1 بیلیون ما تقریبا 1000 میلیون میشه، یعنی یک جمعیت کثیر دنیا تا سال 2012 به اچ پایلوری مبتلا بودن. اچ پایلوری یک میکروب سپرینگ شکل است. برای حرکات خود در نواحی قدمی ساختمان به نام فلاجیل داره. از محیط فلاجیلا، از محیط بیرونی توسط آب و غذای ملوث به داخل معده میآید. در معده با اولین چالش که روبرو میشه HCl یا تیزاب معده است و تیزاب معده بیشترین میکروبا با شمول اچ پایلوری را از بین میبره. ای که اچ پایلوری چگونه میتونه از تیزاب معده عبور بکنه؟ از خود ساختمان از وجود خود انزیم به نام یوریز افراز میکنه. این یوریز مواد ضد تیزاب یا امونیا یوریا را میسازه. یوریا دور بر اچ پایلوری افراز میشه و از شر تیزاب معده رهایی پیدا میکنه. اگر بنابر امی ملحوظ خود رسان به داخل معده و به مخاط معده رسید، اچ پایلوری مواد مضر دیگه به نام تاکسینز یا مواد زهری که از خود ترشح میکنه، کاگ ای و واگ ای، دو مواد زهری و کشنده است که اچ پایلوری برای کشتن و مهار کردن حجرات معده از او استفاده میکنه، کاگ ای و واگ ای. و بالاخره توسط این مکانیزم خود به داخل حجرات معده رسانده. اگر سبب عفونت، سبب التهاب معده یا گاسترایتس بگرده، از خود علائم را به جا مگذاره. اگر علائم اچ پایلوری با معاینه مثبت موجود بود، در او صورت بر مدت 7 روز الی 12 روز باید آنتی بیوتیک بخوریم. اگر هیچ علائمی از گاسترایتس نیست و ما یک اچ پایلوری مثبت داریم، یعنی در ورق نتیجه مثبت است، در او صورت مکلف به معالجه نیستیم و از خوردن انبار از آنتی بیوتیک باید جدا در این صورت پرهیز بکنیم. خب علائمی که در گاسترایتس به وجود میآید یا در عفونت معده برخواسته از اچ پایلوری به وجود میآید چی است؟ در مراحل اولیه دلبدی خشکه به مریض پیدا میشه، ناشیا یا نازیا. اگر معده توسط اچ پایلوری عفونی شد و این عفونت در مایل مراحل ابتدایی خود قرار داشت، مواد غذایی که به داخل معده میآید سبب دلبدی مریض میگرده و به مدت زمان بالاخره استفراغات هم به وجود میآید. دلبدی، استفراغ بعد از خوردن نان از جمله علائم اولیه اچ پایلوری است. عفونت معده برخواسته از اچ پایلوری است. این استفراغ از خود کیفیت داره. مریض بعد از خوردن نان احساس پوندیدن و دمش معده داره. یک تقریبا نان خوردگی مزاحمت در معده ایجاد کرده. اکثریت مریضا دست خود داخل دهن برده و مواد داخل معده را بیرون استفراغ میکنه و امی استفراغ مریض راحت میسازه. این یکی از ریلیوینگ فاکتورز یا فاکتورهایی است که مزاحمت و درد معده را آرام میسازه. اگر با خوردن نان احساس پوندیدگی و گرنگی و دمش داریم، دلبدی هم داریم و بعد از استفراغ راحت میشیم، پس عفونت یا گاسترایتس یا التهاب معده به وجود آمده. اگر این التهاب دوام بکنه، استفراغات و دلبدی شدت پیدا بکنه، بدون شک سبب کم وزنی مریض میگرده. اکثریت کسایی که اچ پایلوری مثبت دارن و در مدت مشخص وزن مشخص از دست دادن، loss of weight یا weight loss، اینا اچ پایلوری خود باید توسط خوردن آنتی بیوتیک برای مدت 7 یا 12 روز معالجه بکنه، loss of weight یا weight loss.
خب اگر موضوع پیشرفته شود سالهای سال دوام بکنه گستریک السر یا زخم معده به وجود می آید و در او صورت دو مشاهده داریم. یکیش در گستریک السر یا زخم معده با استفراغی که به محیط بیرونی میشه هماتومسیس یا خون دیده میشه. گاهی اوقات این خون به شکل به رنگ قهوه‌ای که میلان به سیاهی داره می باشه و گاهی اوقات هم فرش بلد یا خون تازه را مریض استفراغ میکنه. اینا وضعیت های وخیم است که نه تنها اچ پایلوری را باید معالجه کنیم بلکه مراقبت های عاجل مریض هم باید در نظر داشته باشیم. خب اگر ما ستول انالیسیس ستول انتیژن مواد غایطه را معاینه کردیم همچنان ضوابط قویتر از این به دست داریم که اچ پایلوری مثبت است. اوکی مثبت است اما هیچ علائم یا سیمتومز در مریض نیست. نه دلبدی داریم، نه استفراغ داریم، نه سوء هاضمه موجود است. در او صورت به هیچ صورت معالجه و خوردن انتیبیوتیک در کار نیست. اکثریت مریضایی که نزد ما مراجعه میکنه اونا در اولین مرحله که تاریخش از مریض میگیریم به مجرد که هیستوری شروع شد خود مریض ادعا میکنه که من اچ پایلوری دارم. اوکی دوام میتیم هیستوری را یا تاریخچه را میره مریض به شکایات اجزای دیگه بدن. ما اچ پایلوری دارم، تختی پشتم درد میکنه، قبضیت دارم، شکمم باد داره و اتومات میره علائم امعای بزرگ یا علائم موجود در عفونت یا التهابی شدن غده پنکریاس خصوصا التهاب مزمن غده پنکریاس یا کرونیک پنکریاتایتس علائم چون اسهال، قبضیت، غرغر و درد خفیف در قسمت بالایی شکم داره. اکثریت مریضا باد شکم، غرغر شکم، سوء هاضمه و عدم تخلیه دارن ولی میرن مواد غایطه را معاینه میکنن نتیجهشان مثبت است و از انبار انتیبیوتیک استفاده میکنن. غرغر شکم، باد شکم، قبضیت، اسهال هیچ ربط به اچ پایلوری نداره بلکه اینا علائم است که توسط یا نشانه های است که توسط امراض امعا یا روده به وجود میاد. خب اگر اچ پایلوری مثبت بود و علائم داشتیم میتونیم اونا را در کمترین مدت معالجه بکنیم. معالجهش چگونه ممکن است؟ ما رژیم های مختلف برای ارادیکیشن یا از بین بردن اچ پایلوری داریم. تریپل رژیم، امی رقم کوادریپل رژیم. اینا رژیم هایی است که بنابر موجودیت انتیبیوتیک به تریپل و کوادریپل تقسیم شده. اموکسیسیلین جمع کلریترومایسین جمع پی پی آی یا اومپرازول و پنتاپرازول تریپل تراپی است که به 7 الی 12 روز باید استفاده شود. اگر نتیجه نداد رزیستنت بود اچ پایلوری میتونیم از اموکسیسیلین جمع میبرنازول انتی مایکروبیال و پی پی آی یا اومپرازول و پانتاپرازول برای مدت 7 یا 12 روز استفاده بکنیم. میتونیم از اموکسیسیلین جمع تریتراسایکلین جمع پی پی آی یا اومپرازول برای از بین بردن اچ پایلوری استفاده بکنیم. اگر بعد از خوردن انتیبیوتیک باز هم میبینیم که اچ پایلوری مثبت است دیگه نیاز به دوام معالجه نداریم چون اکثریت مریضا مبتلا به تشوشات روحی و روانی هستند. قهر و غصه و تشویش و اضطراب داره. در روده تکلیف IBS یا نفخ و باد و غرغر شکم و عدم تخلیه داره یا اندایجستشن سوء هاضمه داره. گستروپرسیس عدم حرکت معده دارن که اینا هیچ ربطی به اچ پایلوری نداره. و یا التهاب مزمن غده پنکریاس کرونیک پنکریاتایتس که سبب باد و قبض و اسهال میگرده. کرونیک پنکریاتایتس همون قسم التهاب مزمن کیسه صفرا یا کرونیک کولسیستایتس یا موجودیت سنگ در کیسه صفرا ستون این گال بلادر یا جی بی ستون اینا سبب باد شکم، قبضیت، اسهالات، سوء هاضمه، باختن وزن میگرده. اگر با هم از اینا ما مواد غایطی مریض معاینه بکنیم در او اچ پایلوری مثبت است بیخبر از اینکه اچ پایلوری نه تنها در شما بلکه در
4.4 بیلیونز انسانهای دنیا مثبت است. اگر با علائم بود میتونیم از این رژیم های استفاده بکنیم و این رژیم هم نیاز نیست که سالهای سال باید بخوریم، یک بار یا 2 بار کافی است. اگر علائم و تکالیف از امراض دیگه جهاز هاضمه موجود بود، در اینجا اچ پایلوری هم معاینه شد مثبت بود و مریض رجوع کرد به آنتیبیوتیک. اینا متاسفانه کسایی هستند که سالهای سال از آنتیبیوتیک استفاده میکنن. نه تنهایی که این ورقشان منفی میشه، چون اینا دنبال معالجه نیستن این افراد، تنها بنابر تکلیف روحی و روانی که دارن ورق تعقیب میکنه که چی وقت منفی میشه و برای خوردنش از انبار آنتیبیوتیک استفاده میکنن. اینا کسایی هستن که در کمترین مدت به تکلیف دیگه به نام دسبایوسیس مبتلا میشه. دسبایوسیس تکلیف بی‌دفاعی روده است که توسط خوردن آنتیبیوتیک به وجود میاد و متاسفانه جبران ناپذیر است. اگر بعد از خوردن آنتیبیوتیک زیاد بر مدت طولانی میکروب های نرمال روده یا گت فلورا از بین رفت، کشته شدن، دیگه مجال نیست که اینا را زنده بسازیم و امیست که مریض به امراض گوناگون دیگه چون روماتیزم مبتلا میشه. اگر روده جال شد، هر نوع مواد صلاحیت جذب پیدا میکنه و مواد بیگانه و تاکسین توسط سیستم دفاعی مورد حمله قرار میگیره. اگر این مواد در مفاصل جابجا شد، مفاصل تحت حمله قرار میگیره. اگر در مغز جابجا شد، مغز تحت حمله قرار میگیره و به این سلسله بعد از خوردن آنتیبیوتیک امراض گوناگون دیگه در بدن به وجود میاد. خب اگر با اچ پایلوری مثبت روبرو شدیم در مواد غایطه یا به هر نوع اچ پایلوری یا این میکروب در نتیجه مثبت داشت، هیچ علائم هم نداشتیم، علائم گاسترایتس یا التهاب معده البته که عبارت از استفراغ و دلبدی و موجودیت خون در مواد غایطه، موجودیت خون در استفراغ یا مواد غایطه سیاه‌رنگ، در اون صورت نیاز نیست که ما از آنتیبیوتیک استفاده بکنیم. اگر نفخ و باد و غر و غور شکم داریم، گرد یا گاسترواسوفاگال ریفلکس دیزیز یا برگشت مواد از معده به میری یا قبض و اسهال، در اون صورت مثبت بودن اچ پایلوری معنای نداره، باید امراض موجود معالجه بکنیم، نه ورق مثبت. ممنون.